مراجعتنامه شرکت برق تاجیک به مردم شریف تاجیکستان. هموطنان عزیز، با اطلاع شما میرسانیم که در ساختارهای انرژتیکی مملکت تمام کارهای آغاز گردیده تعمیر و تدبیرهای نظارتی و پروفیلاکتیکی به انجام رسانیده شدند و شروع از 10 دکمبر سال 2020 انتقال نیروی برق در کشور پوررا جاری می‌گردد. امسال با سبب وضعیت معلوم این عمل کشال یافت که برای این از مشتریان محترم معذرت می‌خواهیم. هموطنان عزیز ما خوب می‌دانند که در زمان صاحب استقلالی و مخصوصاً سالهای اخیر در ساحه انرژتیک مملکت تحولات و دیگرگونی‌های زیاد به عمل آمدند. پیش از همه در نتیجه توجه خاصه و دستگیری به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، نیروگاه‌های برقی آبی سنگتوده 1، سنگتوده 2، مرکز دوم برق و گرمایدهی شهر دوشنبه، 2 اگریگات نیروگاه برقی آبی راغون و 10 نیروگاه خرد برقی آبی ساخته به استفاده سپارده شدند. حالا در اساس نقشه‌های تصدیق گردیده تجدید و نوسازی نیروگاه‌های برقی آبی نارک، قیراقم و سربند عملی شده ایستاده است. همه این امکانیت فراهم آورد که در تاجیکستان از 14 ینوری سال 2017 محدودیت انتقال برق پوررا برداشته شود. باید گفت که ما احتیاجات مملکت را تا به امروز تنها با نیروی برق استحصال خودی تامین کرده ایستاده ایم که این البته ثمره تطبیق سیاست انرژتیکی حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. همزمان با این شرکت برق تاجیک از تمام مشتریان نیروی برق خواهش می نماید که با مقصد مساعدت نمودن به تامین پوره مملکت با نیروی برق از هر کیلووات ساعت آن صرفه‌کارانه و مقصدناک استفاده برند. بخصوص سال جاری که از روی مشاهده و ارزیابی متخصصان و کارشناسان حجم ذخیره‌های آبی و انرژتیکی ما خیلی محدود بوده، ذخیره برف در حوزه تشکلیابی آب دریاهای مملکت نسبت به سال 2019 هم 44% کم می باشد. آبانبار نیروگاه نارک هنوز 2 سپتامبر سال 2020 تا نقطه نهایی از آب پر کرده شد، ولی با سبب در ماه‌های اخیر کم شدن آب دریای وحش و نسبت به سالهای گذشته بیش از 2 متر کم گردیدن ذخیره آب آبانبار نیروگاه، اینچنین از روی پیشگویی‌های آب و هواشناسان خنک آمدن زمستانی در پیش ایستاده، هر یک ساکن مملکت باید به مسئله استفاده بردن نیروی برق با انصافانه، صرفه‌کارانه و با مسئولیت بلند مناسبت نماید و به اسرافکاری راه ندهد. خصوصا تاجیکستان به حساب می رود. در تاجیکستان 99% نیروی برق از حساب آب استحصال کرده می شود، یعنی با برق تامین نمودن اهالی و ساحه‌های اقتصادی به واسطه و تنها از ذخیره‌های آب وابسته می باشد. بار دیگر خاطررسان می سازیم که طبق تحلیل‌ها زمستان امسال سرد و طولانی می آید. ذخیره آب تا آخر زمستان بسنده است، لیکن اگر ما خواهیم که فصل زمستان را به مشکلی پس سر نماییم، یعنی برای جاری کردن محدودیت انتقال برق ضرورت پیش نآید، باید به استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه و مقصدناک نیروی برق در هر یک عائله، تشکیلات و مؤسسه‌ها و کارخانه و کارگاه‌های استحصالی صرف نظر از شکل مالکیت اعتبار نهایت جدی و اولین درجه دهیم. با توجه مردم تاجیکستان می‌رسانیم که شرکت برق تاجیک هیچگاه خواهشمند محدود کردن انتقال برق و به برق گذاشتن مردم نیست. رهبریت عالی مملکت نیز دائما در تلاش تأمینات پوره مردم با برق می باشد. دایر به این مسئله در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مخصوص تاکید شده است. استعمال کنندگان و تمام ساکنان را ضرور است که برای کم کردن تلفات نیروی برق و استفاده صرفه‌کارانه آن از جمله توسط استفاده وسیع تکنولوژی‌های کم مصرف کوشش نمایند. تنها در همین صورت ما می توانیم در سالهای نزدیک به استقلال انرژتیکی نائل گردیم. بنابراین بار دیگر خاطررسان می سازیم که فقط استفاده صرفه‌کارانه و عاقلانه نیروی برق از جانب هر یک عائله
و تمام تشکیلات و مؤسسه‌ها کفالت می‌دهد که ما زمستان امساله را به یگان محدودیت پشت سر نماییم.